بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به یک درس جدید دیگر در مورد زوم یا اپلیکیشن زوم خوش آمدید. زوم یک اپلیکیشن است که توسط یک شرکت امریکایی چی شده؟ ایجاد کرده است. خب از زوم به چی استفاده می شود؟ برای برگزاری کنفرانس ها، برای برگزاری صنوف آنلاین و برای برگزاری میتینگ کنفرانس ها و چتینگ استفاده میشه. خب نقطه رایگانش تا 40 دقیقه چی است؟ تا 40 دقیقه رایگان است. اگر بعد از 40 دقیقه زیاد شد ای چی میشه؟ دیگه مشکل نداره، دیسکانکت میشه، مجبور هستین که دوباره کانکشن یا وصل شوید. یک اپلیکیشن بسیار خوب است که قابلیت چی داره؟ بورد داره، وبکم داره و همچنان میتونیم. یک اپلیکیشن بسیار خوب است، یک اپلیکیشن استاندارد است و همچنان قابلیت سپورت در بخش اندروید، آیزو و کامپیوتر داره. اپلیکیشن میتونیم که در موبایل خود، تبلت خود و کامپیوتر خود استفاده کنیم. در موبایل هم میتونیم دانلود کنیم و میتونیم که در کامپیوتر هم دانلود کنیم. خب حالا برای شما چند طریقه برای شما میگم. خب میریم در سایت زوم. برای حمایت ترچی بیشتر یوتیوب چینل جبهه آموزش را لایک و سابسکرایب نمایید تا با محض ویدیو جدید یوتیوب شما را از آن آگاه بسازد. میریم در گوگل کروم. در موبایل ها اگر بخوایم دانلود کنیم از طریق چی میکنیم؟ از طریق پلی استور رو میتونیم دانلود کنیم. خب میتونیم که از طریق سایت هم اکاونت برای خود ایجاد کنیم و از طریق اپلیکیشنش هم. خب میریم اول اپلیکیشن ما دانلود میکنیم. دانلود. خب ما مستقیم در سایت چی هستیم؟ در سایت زوم هستیم. گفتم میتونیم از طریق اپلیکیشن هم دانلود خود اکاونت ایجاد کنیم و میتونیم از طریق چی؟ از طریق خود سایت هم. ساین این. فرق ساین این و ساین اپ چی است؟ ساین این که هست اگر اکاونت داشته باشیم از این داخل میشیم و ساین اپ چی است؟ وقتی که بخوایم اکاونت ایجاد کنیم از طریق جاین با میتینگ خود چی میشیم؟ جاین میشیم که با شما میگم در جریان برنامه. خب میریم دانلود میکنیم. خب دانلود 64 بیتش هم یا 32 بیت. 32 بیتش در ویندوزهای قبلی بود، در ویندوزهای که ورژنش پایین است 64 بیت است. دانلود میگیم. چی میکنیم؟ دانلود میکنیم. دانلود شد، موفقانه دانلود شد. حالا میریم دانلود که در کجا دانلود شد اپلیکیشن زوم را چی میکنیم؟ اینستال میکنیم. در این قسمت درباره چی داده؟ دربارهش با ما معلومات مختصر داره. تیم چت میتونیم، وایت بورد هم گفتیم داره، نوت هم داره و مور چی ده و مور و بعضی چیزهای دیگه داره. در براوزرهای گوگل کروم هم هست، این بخش مایکروسافت هست و فایرفاکس هم. خب در دانلود میریم. یه دانلود کردیم مستقیما یک چیز را که در کامپیوتر دانلود کنیم معمولا لنگ لوکیشن ش تغییر ندیم. در چی؟ در دانلود چی میشه؟ ذخیره میشه، یعنی به نام زوم. بالش دبل کلیک میکنیم. خب اینستالیشن و سکسسفولی میگه اینستالیشن ما موفقانه انجام شد. بالای دن کلیک میکنیم. خب جاین ا میتینگ. زمانی که ما ایدی برگزار کننده جلسه خود داشته باشیم این انتخاب ساین اپ. زمانی که ما اکاونت زوم نداشته باشیم اول اکاونت ایجاد میکنیم. قابلیت چی داره؟ تا 100 نفر چی هسته در حین زمان میتونه که با هم چی کنه؟
جان شود و به مدت 40 دقیقه. بعد از 40 دقیقه دیسکانکت میشه، مشکل نیست، خیر دوباره لاگین شه. این به خاطر نسخه رایگان است. خب اوتو کپشن به گونه خودکار را میتونیم که چیم داخل شویم. تصاویر چی هست؟ سیگور می باشه، کیفیت ویدیوش بهتره، هادیو و ویدیو هم داره، ادیتیبل، وایت بورد هم داره، تخت هم داره. چت تیم به گوره چت تیم هم میتونیم چی کنیم، گوره چی کنیم. فایل شیرینگ هم داریم و دیگه هم آپشن های دیگه. و از طریق میل هم میتونیم با هم چی کنیم، ارتباط پیدا کنیم یا جان شویم میتینگ. و همچنان میتونیم داکومنت خودش شیر کنیم و غیره. سوم شیرینگ اسکرین است، بک‌گراند خودش شیر میکنیم. لوکال ریکارد هم ازش میتونیم که ریکارد هم کنیم در سکمیتی. تاریخ تولد خودش چی میکنیم، درج میکنیم. به طور مثال میگیم 2000 میگیریم. کانتینیو که بگویم ای چی میشه، کانتینیو از ما ایمیل میخواه. ایمیل نه اگر ایمیل داشته باشیم یا از طریق گوگل ایمیل مراجعه از طریق از طریق اپل SSO و فیسبوک نمیگیم، خود ما یک ایمیل میدیم. ایمیل رو تایپ میکنیم، چی میکنیم، میگیم کانتینیو. زمانی که کانتینیو بگیم ایمیل ما چی میشه، دایرکت میشه به کجا، به ایمیل ما. میگه به خاطر ورتیفای کردن باید چی کنی، ایمیل تا چک کنی. میگه این کد در ایمیل شما چی شده، ارسال شده. خب میریم در گوگل، میریم ایمیل خود چک میکنیم. اینی قسمت بینی ورتیفیکیشن کد، اینجا به ما چی آمده، ورتیفیکیشن کد آمده که بالایش کلیک میکنیم. 10 دقیقه وقت داره، مگه نیز جنریت میشه. چی میگیم، کپی میگیریم ویده یا تایپش یا کپی میگیریم، فرق نمیکنه. کپی میکنیم، میریم در زوم خود. ورتیفای شد. فرست نیم برات یک نام انتخاب میکنی. خب ایده به نام چی انتخاب میکنیم، به نام رامین. به نام تاخیر چی، به نام تنها. اینجا به خود امیزوی خود چی میکنیم، یک پسورد چی میکنیم، پسورد میدیم، لاگین شی. طور شما میگه استاد هستین، اگه باشین انتخاب میگیم. خب ایده با دیفالت غرض نمیمیم، سیس کانتینیو. معلومات داده که آپرین سیستم و ویندوز در کجاست، لوکیشن کابل است. میریم ایده چی میگیم، ایده کپی میگیریم. ورتیفایش میکنیم. خب البته که ایده ما شما که انتخاب کردیم، این مربوط چی میشه، این مربوطه ای که مربوط میشه به برگزار کننده جلسه، که هر کسی یعنی برگزار کننده جلسه یا چی می باشه، رئیس می باشه. امو شریمه دیگرها را اول بده، یا ایژیکیتور می باشه یا استاد می باشه. خب اینجا آپشن هست، میتینگ است که مربوط چی میشه، میتینگ. اینجا چت تیم هست که کی هر کس باشه باش میتونیم چت کنیم. و اینجا اسکیجولر از میشه که تایم ست کنیم، اینجا مور است. خب بریم در مور. زمانی که بخوایم یک جلسه را برگزار کنیم یا یک درس داشته باشیم، میتونیم اینجا قسمت چی میکنیم، اسکیجول. این بخش بسیار یک بخش اساسی است. به طور مثالی آموزشی جور میکنیم. خب امی صنف کامپیوتر چند بجه آغاز میشه، امروز تاریخ چند است، خب تاریخ 13 است.
از ساعت چند به طور مثال میگم از ساعت 1 شروع میشه تا یک چند نیم ساعت میگیریم یا زیادتر میگیریم، مشکل نیست. خب ایره فعلا ما نیم ساعت در نظر میگیریم تا یک 30 دقیقه. کامپیوتر از 1 AM شروع میشه تا یک 30 AM. تاریخش چند است؟ همین تاریخ 13. یا میتونیم میره خودمون تغییر بدیم، نمیگم این تاریخ صحیح است. خب موقعیتش در کجاست؟ موقعیت جلسه در هر جای باشیم، کابل باشیم، هر کشور باشیم انتخاب میکنیم. نمیگیم فعلا در افغانستان سمی درست است. ریپیت میگم این هر روز تکرار شوه. خب بله، یا میگم نه هر روز یکی 30 تا ماه چند، تا ماه اکتبر 2020 تا سپتامبر، یا اینجا خود ما کستومایز میکنیم، مشکل نداره، این مربوط خودمون میشه. ریپیت everyday هرچی که بگیریم. نمیگم ما را صحیح است فعلا. یک اتنس نیم میگه یک نام یا ایمیل بده. ایمیل یا نام شرکت کننده را بده یا برگزار کننده می کی است؟ خب من نام خودم میتیم اینجا رامین. این چی شد اینجا؟ اچت. کدام فایل هم اتچ میکنیم یا نه؟ یک چیز معلوماتی بله هم میگم یک چیز معلوماتی هم داریم، این رو اتچ برش میکنیم. وایت بورد است، یک معلومات میتیم. نمیگم خب اینجا یک چیز شیر هم برش میکنیم کورام بخوانن. در اینجا یک چیز داریم، این درباره خود زوم یک معلومات شیر میکنیم که بخوانه. هر چی معلوماتی داشته باشیم شیر میکنیم، اتچ میکنیم. مور آپشن میریم بالای مور آپشن کلیک میکنیم که بسیار مهم است. جنریت اتوماتیک میگه یک آیدی کارت یا آیدی میتینگ به ما اتومات جنریت که هر دفعه تغییر کنه. یا پرسنل انتخاب میکنی یا پرسنلش انتخاب میکنی، کدامش انتخاب میکنی. نمیگه ما فعلا اوتو جنریت از اینی آیدی اینی به ما پس کد یعنی اینی پسورد ما میشه. نمیگه میره نمیخوایم به خاطر اهمیت بهتر اوتو جنریت کنه، خوب است که هر دقیقه خود ما تغییر نده. میگم اوتو جنریت شوه. این بخش بسیار اردویش مهم است. ما تغییر نمیکنه. چند است؟ پرسنل میتینگ ما چند است؟ خب یک پسورد خود ما چی میتیم؟ میتیم 1 2 3. پسوردش هم میتیم 1 2 3. برای چی؟ برای یوزر، برای اشتراک کنندگان ما، کسایی که میخواد در جلسه آموزشی اشتراک. ای بسیار مهم است. دو چیز به ما مهم است. وقتی که در جاین میتینگ میگیم تنها کسایی که میخواد در صنف برگزار کنه برای چی ضرورت از یک اپلیکیشن زوم از طریق پلی استور خود دانلود کنه و تنها چی کنه؟ از پیش چی میخواد؟ آیدی را میخواد، پرسنل آیدی که چند است از من میخواد یا هر کسی که دیگه باشه. و پسوردش از پیش چی میخواد؟ 1 2 3. من از خاطر آسانی شما 1 2 3 دادم. این نکته بسیار مهم است. ویت میتینگ انتظار بکشه بله تا که ما علاوش نده. هوست صدای ویدیوش آن باشه هاف باشه برای هوستا. نمیگم صحیح است. ای با خود ما ای با اوستا میگم آف باشه. آدیو کامپیوتر از طریق کامپیوتر باشه بله میگم. اینجا میریم یک آپشن دگام داریم. پایان می allow participant to join. اگر انتخاب کنیم همی اشتراک کننده ما هر وقت دلشان بخواه جوین میشه، از پیش پاسپورت چیزار پرسان نمیکنه. میگه میوت داشته تا زمانی که داخل نشده باشه. اتوماتیک ریکارد آن لوکال کامپیوتر میگه زمانی که ما درس میدیم چی کنه؟ اتومات ریکارد کنه در کامپیوتر ما. approve or block
specific entity میگه خب تو میخوای یک کدام کشور یا یک یوزر یا یوزرها را ازش کدام کشور یا مشخص از کدام کشور بلاک کنی این انتخاب کنی نمیگه می بای دیفالت باشه سیز use a external calendar خب امیر میخوایی که امی میتینگ کالمات طریق از طریق ایمیل با کس رایی کنی از طریق اولوک یا از دیگر کلندر از هر چی خواسته باشیم انتخاب میگیم به طور مثال اگه بگویم از دیگه با مو ایمیل رایی میشه اینجا گفتیم ایمیلش رایی کو چیز داره که برش چی شو لاگین شو خب حالا ما نمیخواییم اینه با ما لیست معلومات دیده با ما چی داده با ما داده اینه گفتم چند چیز مهم چند چیز مهم است یکی پسوردش یکی آیدیش یا بالایی کلیک کنی جاین زوم میتینگ هم با هر شخص رایی کنیم چی میشه داخل میشه فول دیتیلز اوپن برای شما معلومات مکمل میخوایی برات کل چیزا نشته کرده خب ایره یادداشت ما میگیریم که باز کار ما میشه پسورد ما 1 2 3 است دیگه شیر اسکرین میخوای اسکرین ما هم در بله او را آیدی میتیم باز انترین کی جاین جاین میتینگ اونم است که ما بر شما گفتم با میخوایم یک فعلا ما میخوایم که با یک شخص دیگه که آیدیش پیش ما است میتیم به طور مثال از ما کس از او کس چند است افت است و یک نام برش تعریف میکنیم چی جاین میشه یا خودمون خب اینجا چند آپشن است don't connect audio میگه صدای ما چی don't connect to audio میگه صوتی نباشه با من صوتی وصله turn on turn off my video میگه زمانی که من داخل شو با ما چی که ویدیوی مرا نشان نده یعنی تصویر مرا نشان نده خب میگم صحیح خب از این کنسل میشه این بس این کاره که کدام مربوط چی میشه مربوط برگزار کننده جلسه یا ادمین جلسه می باشه خب بالاش دبل کلیک بالاش کلیک کنم یا استارت استارت بگویم جلسه چی میشه آغاز میشه خب میگه جاین آدیو اور از طریق لاوت سپیکر است این تست میگن سپیکر ما جور است یا نه بله ها میگم جور است یو اس بی کل چیزی ما چی است این تست خب بله ها میگم از طریق کامپیوتر باشه این هیچ مشکل نیست خب این 5 دقیقه بعد جلسه ما را آگاهی میده که جلسه این خب من تصویر خود از اینجا خاموش کردم از این طریق میتونیم که ساوند خود چی کنیم کنترل کنیم که چی باشه با ما نشان میده این هندفون است یا از این طریق ویدیوست وب کم هم هست او بی اس کامرای دیگه داشته باشید اینجا رسیپیان میشه اینجا رسیپیان میشه این قسمت چت میشه و طور مثال میخوایم چت کنیم های آل فعل نخوا با کس نیست با خودم مثال میکنیم های مربوط هست ما میشه شیر اسکرین کل چیز ما میخوایم چی میشه شیر رینیم کو نوت است کل چیز هست این هدر اپشن است ای از این طریق میخوایم که هم ده کار کردیم هم ریکارد کنیم تا یه بله ای رو انتخاب میکنیم با ما هم ریکارد در جریان است ریکارد هم میکنم و هم خب وقت کنسل به میگه هندینگ هال میتینگ کلگی با هم ارتباطات کنک شود دسکنک شود نمیگیم کلگی نشه لیف میتینگ تنها مر لیف کن خب گفتیم اینجا تختام است اینه با ما چی شد باز شد
چی میتونیم هر کاری که بخوایم نوشته کنیم. این تخته ماست که از این طریق که نوشته میکنی هر چی میکنی باش برای شما ببینیم که اینه به طور مثال یک رسم میکشیم یا یک مربع وصل میکنیم یا یک دایره اینجی استفاده میکنیم از این طریق ذخیره میشه. خب اینی قسمت که هست مربوط چی میشه؟ مربوط تنظیماتش. از این پروفایل میتونیم چی کنیم؟ نامش نام ادیت میکنی چی میکنی از این طریق میشه و غیره. ای شارکت هاست که کدام شارکت انتخاب میکنی. پروفایل مراجع تغییر میتیم، اگر عکس هم براش انتخاب میکنیم اگر میخواستی کنیم اندگه خیلی خب فعلا انتخاب نمیکنیم عکس مهم نیست. این بخش اسکرین از این طریق میکنیم صفحه ما را شیر هم کنیم. اینجا آپشنش چی هسته؟ این فول اسکرین میخوایی، میدیم میخوایی، چی میخوایی. نمیگیم شیر اسکرین فول باشه. از برگزاری جلسه بریم. سپیان اینجا انتخاب میگه زمان کسی با ما جان شد لیو شد یا جان شد با ما یک ساوند هم بده میگیم درست است. به خاطر ادمین ها بود الان میخوای یک اند یوزر لاگین شوه بخش کسایی که اشتراک کننده کلاس یعنی شاگردا هستن او چی کارا میکنن؟ میرن آپشن فقط چی میخوایم که فعلا ما در کشور که باشه فرق نمیگه میخوایم در جلسه آموزشی شرکت کنیم ما شخص او چی میکنه؟ جاین ا میتینگ. در جاین ا میتینگ گفتم اینجا چی مهم بود؟ امو آیدی را که ما انتخاب کردیم اینه آیدی 69 بود. بله قبلا گفتیم که بسیار مهم است. این تنها کسایی که اشتراک کننده جلسه ها می باشد. این در صنف برگزار کلاس امی اینوایتیشن کاپی کنیم میخوایم کاپی میشه در دیگه کس روی کنیم. خب ایره کاپی کردیم میگم بله ایره کاپی کردیم میریم یک بخش نوتپد باز میکنیم یا ارز بخش دیگه باشه. این شما از به اینی تاریخ زوم میتینگ یا بالا اینی دبل کلیک کنین آیدی ما هست اینی پسورد ماست میگه با اینی پسورد داخل شوین. زوم آیدی تنها با هند یوزرها کدامش مهم است؟ اینی مهم است که بتا تنها ده آیدی نمبر و اینی پسورد از طریق اینی لینک ها میشه که داخل شه. اپلیکیشن از طریق موبایل فعلا داخل میشه میریم از طریق موبایل 514 990 70 69 وقتی که جاین بگویم جاین گفتیم از ما میتینگ پسکود یا پسورد ما را میخواه. پسورد ما چی بود؟ 123 123 آسان ده با شما چی که بتین مشکل نیست. قسمت به ما چی به ما بعد میریم ما زنگ میگه یک سامسونگ مشخصات موبایل حتی با ما میگه ویتینگ میکشه ادمیت اجازهش میدی یا ویش میکنی نمی تو باش وی کنم که کی است میدی یا نه. خب بله ها میگیم اجازهش میدیم. این یک مجرده که بگویم و محض این که بگویم ادمیت جان شده کلاس. حالا چی میتونه؟ بله حالا چی میتونه؟ بله خب به خاطر خب که به در یک خاطر که موقعیت در یک قرار موقعیت دارم قرار دارم صدا صدا انعکاس انعکاس میکنه میکنه میبینین میبینین جان جان شد. به جان طور شد. به طور مثال مثال شما یک شما مسیج یک مسیج گفتیم به خاطر گفتیم به چتنگ خاطر اینجا با چتنگ ما اینجا با میتونیم ما چت میگیریم چت میگی میگیم میگیم سلام سلام سلامم برای سلامم شما برای آمد. شما اومد.
علیک السلام. علیک السلام. این میبینی که میبینی چتنگ که آمد چطور آمد و زمانی که و بخوایم زمانی که بخوایم که که سفیر سفیر شیر شیر بگوییم، بگوییم، خب سفرم چی میکنیم؟ به اشتراک میزنیم، فول اسکرین هم شیر میکنیم. هر کار که کنیم دیده میشه و کلاینت ما دیده میتون. خب ما صدا را قطع میکنیم، صدا انکاس میکنیم. خب میخوایم که چی کنیم؟ شیرنگ استاپ کنیم، درس ما تمام شد. فعلا میخوایم ببینیم که چتنگ هم اینی قسمت بریم چتا کلش به ما نشان میده که آمده یا نه. بله از امکان جلسه را کاملا ختم یا تنها نمیگیم جلسه ما ختم شد. اینم بود طریقه آموزش زوم. برای ماهیت ترچی بیشتر صفحه یوتیوب چنل جبه آموزش را لایک و سابسکرایب نمایید تا با مازی ویدیو جدید یوتیوب شما را از آن آگاه بسازد. تشکر از توجهتان. موفق و کامگار باشید.